هی سلام رفقا، چطورید؟ من رکسام و ببینید با چه آشغالی اومدم به خونه هاتون، با چه گیم افسانه ای اومدم به خونه‌تون، با یه گیم به شدت ایرانی، به شدت سمی. یکی از ادیتورام معرفی کرد. اسم این بازی هست Devil Must Clear. وارد فولدرش که میشیم یه جا نوشته help PNG DMC. اگر فکر میکنید این بازی میتونه در مقابل دیویل میکرای حرفی برای گفتن داشته باشه، حتما تو کامنت ها بنویسید. بریم ببینیم این بازی مسموم چی بوده. Oh my god، ایران. This game is created alone by مهدی گنجی. This game is created alone by مهدی گنجی زاده، فکر کنم گنجی گنجی زادگان. لودینگش بود. خدایا چی دارم میبینم؟ پرچم ایران. یارو لش کرده این پاهاشه. دو چشم راه در دارم خدایا از به نام خدا. الله. سلام، من مهدی گنجی زادگان هستم از جمهوری اسلامی ایران، سازنده بازی شیطان باید پاک شود. در این بازی با کاراکتری روبرو میشوید که توسط من وظیفه پیدا کرده تا تمام شخصیت‌های شیطانی و یا معروف تاریخ بازی‌های رایانه‌ای را نابود کند و در پایان خود شیطان رجیم را با سجده به انسان، خودش متن خودشو نتونسته خوب بخونه. عظیم که دنیا به خودش ندیده، تروس به معنای حقیقت است. یک چالش بین من و تمام شرکت‌های بزرگ بازیسازی جهان. خب اما هدف من از این بازی زیبا چیست؟ اول اینکه شخصیت‌های شیطانی را از ذهن بازیبازها پاک کند و شیطان را خاک کند. دوم اینکه به داد مظلومین دنیا برسم. اساسین کرید، یک بازی با عقاید تروریستی که اسم خود بازی نیز همین است. اساسین به معنی قاتلی است که ترور می‌کند و کرد به معنی عقیده است. در این بازی نیز علائم ماسونی و شیطانی زیاد است و ضد خداست. هر سال شرکت یوبیسافت عنوان جدید از این بازی رو رونمایی میکنه و به شدت روی این بازی مانور میده. تا به حال بیش از 10 نسخه از این بازی اومده که داستان اونا در سراسر جهان اتفاق میفته. آسیا، آمریکا، اروپا، در تمام کشورها، چین، عرب، آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و غیره. تروریست در سراسر جهان. علاوه بر این علائم شیطان پرستی و ضد خدا در این بازی زیاد دیده می شود و البته من زیاد از این بازی اطلاعات دیگه ای ندارم و در حد چند خط نقل کردم، ولی بیشک شیطان در این بازی دخالت داره و بی انصافی نباشه. بیشک شیطان در این بازی خود گیم پلی بازی نیز شاهکار است. این الان اینترو مرحله اول بود. چرا ما خودمون شیطانیم؟ دستامون چرا این ضحاکه؟ بریم یوبیسافت رو نابود کنیم. یوبی هارد. یوبی هارد. خیلی اینترو بازی متفاوت و انقلابی بود. حرکت چجوری با چی مبارزه کنیم؟ این همه یعنی صحبت کردی، کاشکی بازی رو هم آموزش میدادی. چرا تو میکروفون فوت میکنه؟ اساسی گیرید بگیرش. ادیتور من ازش پرسیدم، گفتم این بازی حدوداً گیم پلیش چقدره؟ گفت من بچه بودم میترسیدم تا تهش نرفتم. یعنی بازی ترسناک میشه. اوه اساسین نه. این داره باز سریعتر میره که نمیرسیم بهش. کجا رفت یارو؟ پی او وی ام پی سی ها رو ما داریم بازی میکنیم احتمال. الان اساسینه میپره میکشده ما. بپر دیگه.
بپر بکشمون. ما هم میاد پایین. نه جا به جاش کردم، الان میخوره زمین. وای خدا، عجب مغز مریضی داره یارو. وای دهنت سرویس. خدای جنگ، شوخی با خداوند متعال هم شوخی، اونم از نوع کفر. واقعا شرم‌آوره. خداوند شوخی نیست که نام مخلوقات نام خدا را بگیرند. شرکت سانتا مونیکا و سونی یکی از کثیف‌ترین شرکت‌های شیطانی دنیا هستند. یک بازی مشرکانه و کاملا وحشیانه و شیطانی و ضد ارزش‌های دینی انسانی. در این بازی زندگی یک انسان به نام کریتوس را دنبال می‌کنید که ابتدا برای خدایان المپ خدمت می‌کند. خدمت همان حکم جهاد یا عبادت است، اما در طول ماجرا تک تک خدایان یونان به او خیانت می‌کنند و این انسان سرکش تصمیم می‌گیرد خودش خدای خود باشد و تک تک خدایان یونان را به طرز وحشیانه و وحشتناکی به قتل می‌رساند و تک تک خدایان به دست پای این انسان التماس می‌کنند و در پایان حتی کریتوس خود خدای خدایان می‌شود و گویا هنوز هم معذب است و دست به خودکشی می‌زند و همه چیز را به آشوب می‌کشاند و داستان در هرج و مرج تمام می‌شود. در تیزری از خدای جنگ 3 می‌بینیم که راوی در ابتدای تیزر می‌گوید در شروع جهان هستی جز هرج و مرج نبود و در پایان تیزر خود شخص کریتوس با صدای محکم و قاطع می‌گوید در پایان چیزی جز هرج و مرج نخواهد بود. این بازی به قدری کفر و مشرکانه و شیطانی است که نیازی به اثبات نیست. هرج و مرج یکی از عقاید شیطان پرستان است که میگوید همه چیز هرج و مرج است و خدایی وجود ندارد. اول هرج و مرج و آخر هرج و مرج، اما چیزی که در ادیان الهی دیده می شود هو اول و الاخر. او خدایی است که پیش از او چیزی نبوده و اولین بوده و در پایان هم همه میمیرند و اوست که باقی میماند. تنها نکته مثبت این بازی گرافیک و گیم پلی زیبای آن است که متاسفانه همین نقطه قوت بازی عاملی است برای تحریک انسان‌ها از قشر بازیباز که روی به خدا بودن نفس انسان دست و چشم از گرافیک شستیم و این آشغال رو داریم بازی می‌کنیم. خالق همه ماست، پس بهتر است نوع این بازی مشرکانه نه تنها گرافیک نداره بلکه محتوا نداره. داگ آف وار باشد یا همون سگ جنگ باشد تا خدای جنگ. فعلا بهتر است به زانو در اومدن کریتوس ها در برابر تروس ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. سونی کامپیوتر انترتینمنت، هر کدومش یه گیمه، کردیت داره اون پایین. گاد آف وار، داگ آف را، داگ آف را، سگ خام. یه بازی خوب یه منوی خوب داره، یه بازی عالی واسه هر چپترش یه منو داره. اوه اوه اوه، این بالا رو از اساسین کرید گرفتیم؟ کریتوس رد کردیم کریتوس ها. زوس your son has returned. حالا شاده نمیدونم چیه داستان. آب میپاشه از اینا بیرون. کاختون رو میارم پایین. این بنده خدا کوه رو ولش کن. دومشو گرفتیم. کریتوس هیچ وقت یه همچین خفتی رو به عمرش ندیده بود. چیکار کنم ببرمش بالا؟ دستش چرا رنگش فرق میکنه؟ این کرما چی هم زده بیرون؟ ببین خانواده‌تو کشتم. چرا نشه کرده کریتوس؟
حاجی کریتوس هم زد. عجب شخصیت قویه این. گاداوار 4 ایران آرت پرزنت بلید آف و بامب مهدی گنجی زاده گاداوار مدرن وارفر. آیا هیچ چه سمیه، هیچ چه زهرماریه. آیا میدانید چه کسی نسل دایناسورها را منقرض کرد؟ گاداوار. Do you know how the dinosaur extinct? گاداواره. Only on PS4. مورتال کمبت. به جرئت میتونم بگویم این بازی از ماسانی ترین بازی ها به شدت آلوده به فضای کابل است. طراحی صحنه های بازی به طرز ملموسی مملو از نمادها و نشانهای کابلایی و فراماسونری است. در این بازی باز هم شاهد گرایش به خدایان متعدد با نیروهای ویژه خود و دور شدن از توحید و اعتقاد به خدای واحد هستیم. در نسخه از این بازی که معروف است به آرماگیدون، نبرد آخر زمان در صحرای آرماگیدون به تصویر کشیده شده و نکته قابل تأمل در دمو تریلر اول بازی در خود بازی این است که تلاش شخصیت‌های بازی برای رسیدن به رأس هرمی که در صحرای آرماگیدون ایجاد می‌شود و شکست دادن شخصیت رأس هرم به نام بلیز و گرفتن جایگاه اوست. این هرم می‌تواند نماینده هرم قدرت باشد و از طرفی دیگر القای معانی وجود یک درگیری بین نیروهای خوب و بد یا خیر و شر در صحرای آرماگیدون به ذهن کودکان و گیمرها مد نظر است. خدا استودیو میدوی هایوی بله میدوی شد هایوی. همه رو باید بزنیم اشمام. بله دوستان مورتال کمبت 1 با چی باید بزنیم؟ what the fuck. زدنم که چیکار کنم؟ زدنم. دکمه های بازی هم سر هر بازی عوض میشه. بازی ساز کاملا هوای گیمر رو داشته و مکانیک های متفاوت رو سر بازی در نظر گرفته. لامصب به جای اینکه یه ساعت کسشر بگی دکمه های بازی تو بذار حداقل ما ببینیم با چی وکیل. فرار کن. نه وای خدا. Oh my god. فوتبال یک ورزش فیفا حرام. یک مشت حیوان حرام دنبال یک توپ و پول میلیاردی میگیرن. خود فوتبال حلال است اگر برای سرگرمی باشد، اما وقتی بازیکنانش، مربیان و غیره چنین پولهای میلیونی و میلیاردی میگیرن فقط برای 1 ساعت بازی کردن، بیشک همگی 1 ساعت و نیم. دقت کنید، فوتبالیست ها کار نمی کنند، فقط بازی می کنند. خنده‌دار انسان بازی کند، شاد بشود، ورزش کند، آنگاه به خاطرش پول هم بگیرد، اونم میلیارد تومان. میلیارد تومان. کشوری برتر از زیدان، رونالدو، مسی و غیره وجود دارد، اما به دلیل پارتی و سایر عوامل شناخته نمی‌شود. بله مسی، رونالدو همه با پارتی بازی هم. بله در ورزشگاه جلوی هزاران تماشاچی بازی کنند و مشهور و محبوب شوند و غیره. مشهورم بشن. برای ماهی 1-2 ساعت بازی کودکانه کردن باید پول بگیرن. حاجی بیادم باید صداش همه جا شنیده بشه. درآمد داره. آب دهان این کارگر شرف داره به تمام فوتبالیست های جهان. بیشک آتش جهنم را میخورند و بیخبرند. تمام چیزی که میخوام بگم اینه که ما به حقوق مظلومین توجهی نداریم و بدجور غرق گناه و سرگرمی های این دنیای 2 روزه هستیم. خب بریم ببینیم فیفا رو چطوری قراره، فوتبال ما چطور قرار نابود کنیم. خیلی خوشم میاد سونامی کنامی سونامی روست ژاپن رو روست کرده. چی
خوشم میاد مثلا دوبله انگلیسی هم دارد. انگلیسی هاشو نخوندم ببینم چجوریه. یا خدا اینا رو هم قرار بکشیم. یاد بازی های سگا میفتم. تو یه نوار 10 تا بازی داشت 4 تا بازی داشت، 2 تا داشت، 4 تا داشت، 3 تا داشت. قراره توپو شلیک کنم. اوه بذار حداقل من شلیک کنم. فیلم که نمیبینیم. اسپیس. یا خدا چقدر هواپیماهای زیادی رد میشه. خورد مالید به هواپیما. نه وای واقعا بازی سخت میشه. بذار بمیرن دیگه، بذار بخورم به صخره بمیرن این شیطان یا شیاطین ورزشی رو، این حرامخورانه. وای بازم باختم. عقبم نمیشه رفت. این چی بود؟ وای مردن دیگه. چرخدنده های جنگ. چنگ دل آهنگ دل کش میزند، ناله عشق است و آتش میزند. هیچ کدوم از بازی ها رو مفهومش رو نفهمیده ها. محبوب دنیای بازی هست، لازم است که نابود شود تا هدف زیبای این بازی شکل بگیرد و عاملی برای بیداری مردم دنیا باشد. بریم اینم بکشیم نیاره دیگه. اینم بریم. اپیک گیمز. فورتنایت نبود اون موقع و اینا خیلی دوست داشتم نظرشو راجع به فورتنایت هم بدونم. دپیک گیمز این دیگه صرفا جوکه. دپیک گیمز یعنی چی؟ اوه این از همه اول کاری دستاش زده بیرون. امیر دل ما فکر کنم در نقش اون هیوله ها داریم بازی میکنیم. این فضایی هم حمله کردن ها. اونا رو هم میکشین؟ همه رو میکشین؟ ذهنیتشو دوست دارم. از جونم داره کم میشه. یا اول زیاد شدن. این هم هول میدیم. این بازی ترکیب زیبا از Gears of Peace. این بازی ترکیب زیبایی از کلیک راست، نه ترکیب نیست، فقط کلیک راست بود. کلیک راست رو باید نگه می‌داشت. واقعا گیم پلی جذابه. نینجا گیدن. بازی نینجا گیدن 2 به قدری دارای خشونت بالایی است که در چندین کشور در سراسر جهان اجازه انتشار نگرفته و غیر قانونی است. در نسخه سوم بازی کاراکتر بازی دارای دستی شیطانی می شود که مثل دانته در شیطان هم می گرید او را قوی‌تر می کند و قوی‌تر نشان دادن شیاطین از انسان را نشان می‌دهد که بیشتر در بازی شیطان هم می گرید. این موضوع نمایان است. در این بازی نیز از زامبی مثل رزیدنت اویل استفاده شده است که شاید مثل رزیدنت اویل 4 پیامدهای ضد خدایی باشد و افراد مذهبی را زامبی و مریض معرفی کند. به هر حال اطلاعات زیادی از این بازی ندارم و برای هدف این بازی نیز تو کدام که بازی اطلاعات داشتی؟ نینجا توسط تروس بلعیده شود. به همین سادگی. این یه تیکه آخرش خوب شد گوش کردیم. به همین سادگی. تیم نینجا. ببینیم اینا چطوری مسخره کرده. تیم اینجا. تیم تروس. خدا. شب کنار کمد خوابیده. کمدی شده. بخورش دیگه. فرار نکن. پر تابوسه؟ درخت باد پر تابوس؟ چه فراری میکنه، چه دری میره. چرا همیشه هم شبه، تاریکه. سازنده بازی روز رو ندیده، نمیدونه روز چه شکلیه، چطور باید روز رو در بیاره. کجا رفتی؟ الان همینجا بود که. ترسیدم. برو گم شو. داره ما رو میزنه. ما هیچیمون نمیشه. خوردیمش. ببینید من به خاطر شما چه کس شعرایی دارم بازی میکنم. همومه دیگه. باش اسپیس بخورش دیگه. با موس چپ روی تروس. داره دست میزنه.
آی انار انار. بتمن چی؟ حتما بتمن را شیطانی نمیدانید، اما برخلاف شیطانی و ضد انسانی و به صورت نه. مفهومی ضد الهی است و با قهرمانی ضد الهی روبرو هستیم که میخواد بگه شیطان شما را حفظ میکند نه خدا. Oh my god. Rocksteady. مهدی گنجی زادگان. ای و بالاخره یه فایت. اوه با این خفاشا رو میزدم. بتمن پارشو گذاشت رو شنل. بله شنل نقطه ضعفه. حاجی داره خیلی هیومیلیت میکنه شخصیت رو. هیچ کس اینجوری آبروش ندارم. نخورد بتمنو. دوران کودکی ما و تا به حال هم ادامه دارد با نسخه های رنگارنگ و متنوع. ماریو، سونیک یا میکی موس از دستکش های سفید فراماسونری استفاده میکنند و اگر دقت کنید سونیک برای حفظ جان خود باید در سراسر بازی های مربوط به سونیک حلقه جمع آوری کند و حلقه یکی از قوی ترین علائم ماسون یا شیطان پرستی است که به مراتب در ارباب علنگوها، البته ببخشید در فیلم ارباب حلقه ها رو هم رست کرد. افکار شیطانی حتی در جامعه کودکان ما نیز به بازی گرفته میشه ذهن آنان را. برخی کمرنگ و به ظاهر دیده نمیشوند و برخی به مرور قطعا تاثیر میگذارند و کودکان را در سنین بالاتر منحرف میکنند. تو ذهن اینجور آدما شما از هیچی نباید استفاده کنی. او از شکل مکعب نباید استفاده کنی، فلان از دایره استفاده نکنی، ماسونی مثلث، ماسونی مستطیل، فلان، همه چیز بده. و بله شما فقط باید از بازی‌های مهدی گنجی زادگان استفاده کنی. سگا الان میکنش بگا مهدی. وای خدا خیلی دوست دارم یه مصاحبه ازش بگیرم ببینم چی فکر میکنه الان راجبه کاری که اون موقع داده. چه آهنگ سونیکو دوست دارم؟ نه داداش خطرناک شد. ببین کی اینجاست. جهان موازی. یا خدا یا میخواد شوتش کنه. سونیک شدم. این بازی واقعا آدم غافلگیر میکنه. او بعید میدونم سکه ها ارزشی داشته باشه. نامرده خواهر رو تندترش میکردی. الان باید میمردم یا نه باید میمردم؟ فکر کنم کار درستی کردم. بله. لیمبو یک بازی تاریک و سیاه که اسم استودیو سازندگان این بازی مرده است. شاید این بازی کلا هیچ گونه شیطنتی نداشته باشد، اما همین که بسیار بازی محبوبی است برای بیداری مردم دنیا، این موجود تخیلی نیز نیاز است که کشته شود. البته کاراکتر من یعنی تروس او را نمی‌کشد، بلکه همان عنکبوت سمج بازی او را می‌کشد. اما این بار توسط استودیو تک نفره من که در این بازی نامش بازی زنده نام دارد و همه چیز رنگی می شود و با ایده بسیار زیبا یک شوت به سازندگان لیمبو می دهد و یک تیکه توپ به اونا میندازه که سبک معروف و محبوب لیمبو سبک نیست بلکه ایراد از آنتن بازی است که بازی سیاه‌سفید شده. خب دیگه اینطوریه دیگه. وای آجی چقدر کیرینجه صحبتاش، چقدر صحبتاش کیرینجه خدایا. یعنی نتونستم اینجا رو خودم بگیرم. پلی دت پرزنت، پلی لایو پرزنت. چی شد رنگی نشد که؟ تپه نمک. بله بازی چون مشهور شده باید نابود بشه. اونطوری منو مثل مظلوما نگاه نکن. خودت با پای خودت برو پیش دوستت عنکبوته. برو میدونی چی میگم، خودتو به اون را نزن. میری یا به زور ببرمت. رد شد رفت که کیر شدی حاجی. زنده موند. لیمبو الان رنگیش میکنه. آنتنش خرابه.
اگر الان آنتن ما اینو با دست با موس اوکی کنیم یا اینجوری اوکی کنیم از 10 1 میدم به این بازی حاجی، ولی واقعا همین بوده. خب درست نشد. درست شد. از 10 1 میدم به این بازی. حرکتش قشنگ بود. 1 رو گرفتی. باریکلا، این حرکت قشنگ بود. من دارم چی بازی میکنم حاجی؟ کاش یارو بعد این همه سال سر عقل اومده باشه. حداقل این بازیایی که اینجا معرفی کرده بره داستانشون رو بخونه، گیم پلی رو واقعا ببینه، بفهمه داستان از چه قراره. امیدوارم حداقل مغزش از یه بچه، والا بچه همچین چیزی نه 7 سالم بعید میدونم 4 سال بچه 4 ساله هم اینجوری نیست آخه. امیدوارم که لول اپ شده باشه. ماریو یا همان قاچخور خودمون. روی کلاه این فرد حرف ام به معنای ماسون نقش بسته و این کلاه شباهت عجیب به کلاه نظامی کمونیست ها دارد و دستکش های سفید ماسون را نیز مثل سونیک و میکی موس بر دست دارد. ماسون و کمونیست ها با هم داره قاطی ماریو دقیقا بر اساس میکنه. ایدئال های رنگی کمونیستی طراحی شده است. موارد زیاد دیگر برای بازگو کردن هست که بهتر از خودتان از اینترنت با یک جستجو اون ام ماریوه، هر امی که ماسون نیست. که شیطانش چی باشه. امیدوارم الان که این گیم پلی اگه خودت میبینی واقعا حالت به هم بخوره از این چیزی که ساختی. امیدوارم. به هر حال 10 سالی چند سالی 8 سالی میگذره از این کسشر. خدا شاده فقط میخوام شما ببینید که این دقیقا با چه گیمایی سر کله میزنه و اصلا لازم نیست بپرید و هر کدوم از بازی ها رو چطور به کشتن میده. یه صبری به خدا به من بده. کلیک راست سیمولیتور. ماریا اونجا قایم شدی؟ اوه برگردم مثل اینکه این داره خودش سر میخوره دیگه. حالا وای خدا چرا برعکسه؟ دهنت سرویس این چقدر سمه حاجی. این کراس اووراش با دنیای واقعی خیلی خفنه. خیلی نه از مغزت حاجی. زنده به گور کرد ماریو رو. گفته بودم اگه برگردی دوباره خمیره از دل و تارکی. کشتی کج. به قدر شیطانی بودن این حیوانات وحشی نمایان است که فکر نمی‌کنم جایی برای توضیح باشه. یک مش حیوان همدیگر را بدتر از حیوانات به طریقی می‌درند و با هم پدرکشتگی دارند و با سرگرمی‌های کاذب وحشیانه خود ذهن مردم جهان را به بازی گرفتند و حقوق مردم مظلوم دنیا را می‌خورند. واقعا جای تأسف دارد برای کشتی کج کاران و افرادی که کشتی کج را تماشا می‌کنند. روزی 40,000 نفر از گرسنگی بمیرند که یک مش دلقک در یک رینگ افتادن به جون هم تا مردم جاهل رو سرگرم کنند. تأسف بر این جهالت. سمک داون چی میشه این؟ قرار چی بشه؟ اسمک دی ام سی. اوه سیس کشتی کجی گرفتیم. حالی شد همه هستم و بال در میاریم ما. این دوتا رو اوه داداش وارد عمل شد دیگه. بازی ویژوال ناوله بیشتر بازی نیست. تموم شد. آها رسیدیم به دیویل میکرهای. آها چی شد؟ این بازی یکی از شیطانی ترین بازی های تاریخ صنعت بازی است. در این بازی کاملا شیطان
به این بازی کاملا شیطانی تمام علائم شیطان پرستی و بی‌بنده‌باری و مشروب و هر گونه اراجیف شیاطین فراوان دیده می‌شود. در این بازی به شدت شیطان و قدرت شیطانی را ماورای قدرت انسان و حتی قدرت خدا می‌داند و گروه شر را بسیار قوی‌تر از گروه خیر می‌داند. در درجه سختی بازی به ترتیب از اسم‌های ضعیف که انسان باشد استفاده شده است و هر چقدر درجه قوی‌تر شود اسم درجه بازی به شیاطین و قدرت بیشتر آنها اشاره می‌کند. شخصیت‌های بازی همگی خود را نیمه شیطان معرفی می‌کنند و قدرتی شیطانی و قوی دارند. در نسخه 4 بازی وقتی نیرو با یک موجود اسب مانند انسان نما روبرو می‌شود و با او مبارزه می‌کند که جنسش هم از آتش است که از گروه خود شیاطین است، بعد از مبارزه این مرد اسب نما به نیرو میگوید قدرت تو بالاست، به نظر نمیاد تو انسان باشی، و چون او نیمه شیطان است دقیقاً قدرت برتر را شیطان میداند، در صورتی که این خلاف سخنان خداوند به خصوص در قرآن است که شیطان و مکرش ضعیف است و انسان برترین مخلوق است. اسم بازی دقیقاً یک کنایه و یک تمسخر است که کاملا معنای عکس میدهد که شیطان هرگز گریه نمی کند و این شما مذهبیون هستید که باید گریه کنید. حتی در صحنه ای از بازی هم این عبارت از نام بازی تغییر کرده و به وضوح نشان داده شده که شیطان هرگز گریه نمی کند. Devil never cry. همچنین در بازهای بازی افراد مذهبی دیده می شوند که در کلیسا هستند یا یک پدر روحانی هست و افراد مذهبی را شیطان معرفی می کند و شرور می داند و آنها را نابود می کند و شکار شیاطین همان شکار افراد مذهبی است. کپکام کامپکت. فکر کنم این بازی آخر باشه، چون به نظر میاد سازنده بازی خودش خیلی از بازی دیویل میکر خوشش اومد. اسم بازیش هم گوشه DMC دیویل ماس کلیر، نمیرسم بشه. با بال بزنم نکن اینو باید بزنم رو کلشون. هر دو طرف رو میکشیم ما. 30 نگاه اون بالا گوله های همش دارن به هم میخورن. بنداز زمین دیگه، تو که میخوام اونو بندازی. یا اول بس پرتشون کرد. باید من کنترل کنم اینا رو. هیلو این بازی رو انجام ندادم و اصلا ازش خوشم هیلو اگر شیطانی هست که چه بهتر نابود بشه، اگر نه که با عرض معذرت به خاطر اینکه بازی معرفی هست برای بیداری مردم دنیا این شخصیت خیالی باید فدا شود. فقط برای بیداری مردم دوستان. هیلو مایکروسافت الان میشه مهدی هارد استودیو. مهدی هارد. هی دایی تا فرصت داری فرار کن. موتور یو چقدر خفنه. آدمش میرسم چه تکونه بخوره. مستر چیف نه. کراش بندیکوت یکی از زیباترین بازی‌های تاریخ بازی‌های رایانه‌ای است. من چیزی از شیطنت از این بازی ندیدم. حالا بازم به خاطر اینکه معروف است برای بیداری مردم دنیا، برای ایجاد یک شوک نیاز است از میان برداشته شود. ناتی کت تحت تاثیر مواد مخدر عملاً. این بازی چیزی کم از یه مواد مخدر نداره. وای باز تعقیب و گریز. انقدر چرخید دور خودش که درش گیج رفت. نه داریم هولش میدیم تو بمب باشی. بابا ولم کن. نه کرای نه بابا ریدم تو این بازی پودر شد دهنت سرویس. این چه کسشریه؟ ماشیناریوم این ماشیناریوم شعار از لبریز از علائم شیطان پرستی است. گو بخور بابا. ستاره 5 پر گرفته تا 1000 مدل علائم و اراجیف دیگر از انسان‌های شیطان پرست ابله. از طرفی بازی بسیار محبوب و معروفی است که گزینه خوبی برای ادب کردن سازندگانش انتخاب کردم. همین که تو گاییدم.
همینی که هست. ببین حال خودش هم بد شده یه همچین حرفی ده، چون واقعا کسی که یه همچین بازی رو هیت کنه واقعا قسی القلبه. سر 2 تا بازی واقعا ناراحت شدم، یکی لیمبو بود، سر یکی هم این. واقعا الان پل میشکنه میفته پایین ها. Amanita is devil, please let us go, thanks. آها یعنی داره میگه این کمپانی شیطانیه، لطفاً بذار ما بریم، ممنون، لطفاً بذار ما از اینجا بریم. و گذاشت رفتم. مرد عنکبوتی. شانس آوردی، خیلی شانس آوردی. در ظاهر نجات دهنده و خوب به نظر میاد، ولی در باطن کاملا زیر نظر ماسون ها و شیطان پرست های کودن قرار دارد. در سکانسی از این فیلم مرد عنکبوتی وقتی برای اولین بار میخواهد و قدرت عنکبوتی خود پی ببرد، دست خود را به 1000 شکل در میآورد تا تار از دستان او خارج شود. 1000 کلمه 1000 عبارت به کار میبرد تا خارج شود، اما نشد که نشد، تا اینکه شکل دست شیطان پرستی فراماسونری رو به خود گرفت. اینجوری حیوان هم بدتر هستن و کلا میخوان شیطان رو عامل نجات دهنده انسان نشان دهند. نه تو عامل نجات دهنده انسان هستی. البته نه که بگم اون مثلا این کسی که داری میگی درسته، ولی اگر تو قرار نجات بدی میخوام نجات پیدا نکنم. مارول شده مارتیر. اسپایدرمن تار چرا نمیزنه بره؟ خیابونا رو، خونه ها رو، تکرار مکررات. برجای دوقلوه؟ به خدا برجای دوقلوه رو هم دیگه استک کرده. عمو بیا پایین، عمو بیا بالا میبینمت. برجای دوقلوه، 4 قلوه البته، دوتا چسبونده به هم دیگه. لعنت سرویس. بمیر اسپایدرمن، اسپایدرمن بمیر. چیکار میکنه؟ باید بزنمش به ساختمونا؟ بیا. شیطان خودش را نابود کرد. 11 سپتامبر اینجوری بوده. فوتیجای اصلی از 11 سپتامبر، تصاویری که تا حالا ندیده بودید. خب میخوای بخوریش، بخور دیگه یه ساعت. Resident Evil. در نسخه 4 بازی زامبی ها تمام مذهبی هستند و ویروسی که انسان را تبدیل به زامبی کرده است را نوعی مرض و ویروس خدا معرفی میکنند که انسان های مذهبی اراده ای از خود ندارند و اسیر مذهب هستند و قوانین بی‌ارزش هستند. در سکانسی از بازی این هیولاهای مذهبی بعد از به صدا در آمدن زنگ کلیسا مانند یک افرادی که تسخیر شدند و از خود اراده‌ای ندارند سلاح‌های خود را به زمین اندازند و به سوی مساجد می‌روند. مساجد که کلیسا می‌روند. در این بازی نیز غول‌های مذهبی وجود دارند که باید آنها نابود شوند. رزیدنت اویل به معنای اقامتگاه شیطان قصد دارد شیطان را قدرت بردر دنیا نشان دهد و زمین را عاقبت اقامتگاه و جایگاه شیاطین و یارانش می‌داند و همه چیز را در اینجا به صورت خلاصه بیان می‌شود، وگرنه قطعاً مطالب خیلی زیادی از این بازی‌ها هست که می‌توانید خودتان از نت ببینید. این احتمالا یه رانتی، یه چیزی، یا سربازی چیزی داشته با این پروژه، با خواسته در بیاره دیگه کارو احتمالاً. لیزر داریم. اینا زامبی های تشویقی هن؟ این خانومه رو نمیکشین؟ خانومه کیه؟ نمیدونم. الان با خودش فکر کرده، گفته که الان بازیکن چیه حسی بهش دست میده که داره زامبی ها رو با ابرقدرتی که داره نابود میکنه. لیانو بخوریدش. لیان چرا چشاش قرمزه؟ لیانو قرار نیست بکشه؟
من مهدی گنجی زادگان هستم. شاید شما فکر کنید عقلتون رو از دست دادید، زامبی شدید، منو ندیدید. پشه کثافت. خونش از تو اره برقیش میپاشه. نگاه کلشو میزنم از تو اره برقیش خون میریزه. بکش لیانو بکش. اوه لیانو کش. هری پاتر لیانو کش تموم شد. هری پاتر به تمام معنا یک شیاد به تمام معنا، یک شیطان یک پرست، به تمام معنا، ضد مذهب علنی، همه چیز را در جادو خلاصه می‌کند و اصلا در فیلم اثری از وجود خداوند نیست. همانند ارباب حلقه ها، اصلا خدا در این فیلم ها وجود ندارد. در این فیلم به شدت شیاطین قدرتمند نشان داده شدند و همه چیز با فریب و نیرنگ انجام می‌شود و هالیوود از حقیقت خالی. خوبه این متنا رو نوشته داره از رو میخونه. بریم هری پاتر. EA گیمز تبدیل به چی میشه؟ مهدی گنجی زاده گیمز. برو دیگه، برو بازم کله هری پاتر رو بکن بخور مثلا، تموم شد. این راه رفتنهای طولانیشو نمیفهمم. حالا ادیتور کات میزنه این راه رفتنها رو شما نمیبینید. من واسه هر مرحله 1 ساعت راه میرم همینجوری. نگاه کن سیسو. این پرنده ها نباید بخورم ها. جغدن چی هن؟ مثلا باید جغد باشن ولی اصلا شب جغد نیستن. هالیوود. اوه هری پاتر رفت تو هالیوود نابود شد. مالیدی دایی مالیدی. بخور هری پاتر هم بخور. هری پاتر از کونش شروع کن بخور. شیطان، بازی آخر. شیطان رجیم که خداوند او را مأمور کرد که بر انسان سجده کند و او از دستور خدا از روی غرور سرپیچی کرد. زیرا این که او بازی میگفت نیست. آتش از خاک برتر است. زیرا خدا شیطان را از آتش آفرید و انسان را از خاک. بدین سبب خدا شیطان را از درگاه خود راند. شیطان قسم خورد با یاران خود تمام انسانها را گمراه خواهد کرد و به بدی و شرارت میکشاند. هزاران سال است که شیطان سر غرور خود باقی مانده و هنوز هم به پای انسان قبله‌ای به سوی خدا سجده نکرده است و دستور خدا را رد کرده است. حالا تروس، یک انسان، یک اهل حقیقت، شیطان را به زانو در می‌آورد و شیطان به او التماس می‌کند و بر پای او سجده می‌کند. ایول و آجی. تروس از خون او می‌گذرد تا وقت معلوم. میگذره از خون شیطان گذشتی. کسکش تو همه شخصیت محبوب ما رو محکوم کردی و کشتی. از خون شیطان میگذری. الله این مای هارد والله. اوه رفتیم خود شیطان رو بزنیم. 266 هرد ما رو که آها و لیزر بزن. آقا این بازی شیطان پرستیه. سازندش هم شیطان پرسته. نگاه کنید بازیش پر از نمادهای شیطانی. بازی شیطان پرستیه. علائم شیطانی، علائم شیطانی، علائم شیطانی. مهم نیست چی میگه، منم حالیم نمیشه این چی میگه، اصلا گوش نمیکنم. فقط چون یه چیزایی هست بازی شیطانیه. اصلا مهم نیست من گاوم اصلا داستان بازی رو گوش نمیکنم. علامت باشه شیطانیه. این بازی شیطانیه. من گاوم داستان بازی رو بوبز داره. شیطان ممه داره. اوه مساد 18 هم که هست این بازی. از خون شیطان هم که میگذری. چی شد؟ ترسیدی؟ کجا رفت شیطان؟ کجا رفت؟ های احتمالا من برگردیم. خب چی شد؟ بابا وقت ما رو گرفت. اومدی؟ اینجاست. شیطان نابودت میکنم به خاطر تمام بدیها، به خاطر تمام جنایات، تمام مصیبتها، تمام اعمال زشتی که انسانها رو بهش دعوت میکردی. با تمام یارانه تو کشته خواهی شد. خب بفرما بکشش. یه انگشته نره تو کون شیطان. رحمله یخده. آها شیطان تو میدونی که من میخوام بکشمت، اما تنها یک راه حل داری از این که این کارو نکنم. تو میدونی که خداوند از تو خواسته بود که به پای انسان سجده کنی و همونطور که میدونی منم یک انسانم. اگه بر پای من سجده کنی به عنوان قبله سوی خدا، از خون تو میگذرم. مهدی گنجی زادگان کاری کرد که شیطان سجده کنه و حالا سجده شیطان معلوم بر پای یک انسان. انشالله که تموم شد. یا خدا این پرچم آمریکاست. حسن علی محمد فاطمه حسین
I just invite you for truth. Islam is the best way for hell. America for wake up and escape and killing devils from. بله مهدی گنجی زادگان. من برای 2 ساعت در دنیایی رفتم که کمتر کسی میتونه بگه تجربهش کرده. واقعا شرایط سختی تحمل کردم، خیلی سختی کشیدم. به هر حال لایک کنید، با لایک و کامنتتون از این ویدیو حمایت کنید. تا ویدیو بعد خداحافظ. Something